باید به شما بگم موجودی وجود داره که میتونه ترس رو از ذهن یک حیوان پاک کنه و اون رو درست به سمت بزرگترین دشمنش بفرسته. نام این موجود توسکوپلاسما گوندی هستش. یک انگل تک‌سلولی که میلیون‌ها سال در کنار حیوانات زندگی میکنه. اما عجیب ترین بخش داستان زمانی آغاز میشه که وارد بدن یک موش میشه. هدف نهایی این انگل فقط یک چیزه: رسیدن به بدن گربه. چون تنها در بدن گربه میتونه چرخه زندگی خودش رو کامل کنه. اما برای رسیدن به این هدف باید موش رو به شکار آسانتری تبدیل کنه. موش‌ها به طور طبیعی از بوی گربه فرار میکنن، اما موش‌های آلوده بخش زیادی از این ترس غریزی را از دست میدن. در نتیجه به شکار راحت‌تری تبدیل میشن و همین دقیقاً چیزیه که انگل میخواد. اما این انگل چگونه چنین کاری انجام میده؟ دانشمندان هنوز پاسخ قطعی به این سوال ندارند. برخی پژوهش‌ها نشون میده که توسکوپلاسما ممکنه روی مواد شیمیایی مغز و مسیرهای عصبی اثر بذاره، اما هنوز این فرآیند در حال بررسیه. اما سوال مهمتر اینه که آیا انسان هم میتونه به این انگل آلوده بشه؟ بله. این انگل میتونه از طریق گوشت نیمپز، آب یا غذای آلوده و همچنین تماس با مدفوع گربه آلوده منتقل بشه. با این حال بیشتر افراد هیچ علائم خاصی ندارند. شاید شنیده باشید که این انگل ذهن انسان رو کنترل میکنه، اما واقعیت پیچیده‌تر از این حرف هست. برخی پژوهش‌ها ارتباطی میان آلودگی به توسکوپلاسما و تغییرات رفتاری پیدا کردند، اما هنوز مدرک قطعی وجود نداره که نشون بده این انگل ذهن انسان را کنترل میکنه. دانشمندان همچنان در حال بررسی این موضوع هستند. طبیعت همیشه برای بقا راههایی پیدا میکنه که باور کردنشون سخته. گاهی یک موجود تک‌سلولی میتونه داستان‌های شگفت‌انگیزی خلق کنه. اگر فکر میکنید این داستان عجیبی بود، پس در قسمت بعد با جانوری آشنا میشیم که میتونه اندام از دست رفته خودش رو دوباره بسازه. اینجا آرکاووراست، جایی که علم داستان تعریف میکنه.